من آغاز میکنم یه پاییز پر از مرگ. به من بفرمایید چند ساله دارین کار میکنی؟ من از اون وقتی که یادم میاد من دارم کار میکنم دیگه، حالا 15-16 سال برقم. خسته نباشین. چقدر سرمایه داری؟ سرمایه ما دیگه بیشتر زمچه ما خدا سرمایه ما. حفظشون کنه. من الان شما رو از کجا آوردم؟ یه لحظه مهیج از خود شدن آهن. از کنار خیابون. بله. شما چقدر باید کنار خیابون بیستید تا یکی شما رو ببره سر کار؟ دیگه چشام نمیشه ته که بریز اشک، چرا آروم نمیشه ده. ببینی آقا سروش، شما اگه درس نخونی آیندت میشه یکی مثل این آقا، میشی یه آقای مثل ایشون که باید صبح تا شب بره کنار خیابون بیسته تا شاید یکی ببرتش سر کار. کسی که پل بشه میونه شکاف، یعنی باید بگذره از رو خودش. منم مثل تا هیچی نشدم. اگه هیچی نشده به خاطر اون که اون زمانی که بعد میرفت تمرین میکرد رفت دنبال نون واسه زن. شما اگه درس نخونی آیندت میشه یکی مثل این آقا. بشه که بره اردو بره باشگاه رفت دور میدون وایساد برای گچکاری. یه قهرمان واقعی نمیشوی. من نمیذارم کوچیکش کنی بهش.